صبر و قناعت، گذشت و خوشبین بودن از عامل‌های اصلی خوشبختی انسان‌ها بوده است. 70% تاجیکستانیان امکان داشتند که خوشبختی را خود بسازند. این نتیجه یک تحقیقات 15 ساله پژوهشگر ایرانی است که میانی 15,000 افراد سن و سال گوناگون از کشورهای مختلف در 23 جلد تألیف شده است. علی محمودی میگوید همه انسان‌ها آرزوی خوشبختی دارند، اما تنها 10% برای رسیدن به هدف تلاش میکردند. من در این تئوری خودم معتقدم 70% در اختیار فرد، 10% در اختیار آموزش و پرورش است و 10% ما مسلمانان معتقدیم که دعا، 10% پس شد آموزش پرورش، 10% دعاها، 5% خمیرمایه خودت. شما لباسی که الان دارید اون پارچه اولیش اگر از جنس نامرغوب باشه، خوب نباشه، بهترین خیاط دنیا هم بیاد نمیتونه ازش یک جنس عالی به دست بیاره، چرا که پارچه ماده اولیش ماده خوبی نیست و 5% هم پدر مادر. علی محمودی محقق ایرانی که چند سال اخیر در تاجیکستان کار و زندگی دارد، در کتاب رازهای خوشبختی راههای رسیدن به خوشبختی و پیروز شدن در زندگی را در پی یک آموزش علمی پیشنهاد کرده است. این محقق برای معین کردن راز خوشبختی تاجیکان با 2,500 ساکن تاجیکستان صحبت انجام داده است. چیزی که من در تاجیک ها دیدم، شادیشون رو خیلی جا با اون پایکوبی و رقص و اون آوازخوانی و درشون دیدم که اگرچه از نظر مالی مشکل دارن، اگرچه در واقع اون معاششون در حد کفایت ممکن نباشه، ولی دیدم خیلیاشون راضی هستن به آنچه که هست، چرا که آنها یک چیزی تاجیک ها رو دیدم، افراد تاجیک، قناعت و با آنچه که داشتن، مخصوصا زنان تاجیک رو دیدم که در واقع با آنچه که دارن نه اعتراض میکنه نه شکایت میکنه. این که شما الان با این کمبودی هایی که هست میسازن و این قناعته، قناعتی که من در تاجیکستان دیدم در جای دیگر ندیدم. یک پرسش ما هم در خیابان‌های دوشنبه نشان داد صبر و قناعت، گذشت و خوشبین بودن از عامل‌های اصلی خوشبختی ساکنان بوده است. خوشبختی اون وقت احساس میکنم که فرزندام ساق و سلامت باشن، سلامتیشون، زمین و زمانم تنجی باشد، آبادی باشد. همین آواز فرزندام که تمام هستیم همه جا خوشروی آباد شده رفته است. همین همه فرزندام ساق و سلامت باشن، کسل نشون، همین نشون. صلح و آبادی خوشبختی مینامم. خوشبختی اولش این که حیات سالم، تنیسیت خاطر جمع، بعد همه خوشی های زندگی اگر نصیب کنه تمام وقت آدم خودش خوشبخت حساب میکنه. فکرم خودشون برای خوشبخت بودن چی تلاش کرده؟ من مهنت میکنم شب و روز برای خوشبخت بودن، چون که میخوام که همه طرفه وای باشد، عائله‌ام آباد باشد، روزگارم تنج باشد، خودم وای باشد. با فکر من، با فکر خود شخصی من در زندگی از همه بیشتر مهر است، محبت است، بعدم فرزند است. پول و مال، ثروت دنیا این همه یک گذران است. چه فهمیدم صبر و طاقت داشته باشی، خوشبختی همون وقت چی میشه؟ مهیا میشه. اگر صبر نکردی هیچ وقت مهیا نمیشه. راههای خوشبختی طور مشاهده ها نشان میدهند نسبی بوده، برای هر کس هر رنگ است. تاجر از درآمد خوبی روز خرسند می شود و کار افتاده از حل مشکل سختش. نفر بیکار از خبری خوشی پیدا کردن شغل و بیمار از شفایابیش خوشحال می شود. علی محمودی، مؤلف سلسله کتاب‌های رازهای خوشبختی، همچنین این رازها را معین کرده است که انسان‌ها در روی زمین برای رسیدن به خوشبختی دنبال قدرت و شهرت، ثروت و علم، سلامتی، همسر، تفریح و لباس و تربیت و اخلاق می‌گردند. تعریفش چی است؟ خوشبختی یعنی آرامش قلبی و روحی و رضایت.